مادر جان دیری من، مادر تاج سر من، دنیا روشن و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان مرا دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان. شوم خاکی پایت مادری جان. مادر جان دیری من، مادر تاج سر من، دنیا روشن و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان مرا دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری. السلام علیکم دوستان عزیزان بیننده های ما. امروز در آخران روزهای ماه شریف رمضان در خانواده حضرت قلمک مهمان هستیم. امروز معلمه مرتبه صدیقه و جشن زادروز دارند و از طرف خداوند کریم از همه تحفه بی‌بهاترین به خاندانشان یک فرشته نبیره به دنیا آمد که امروز یک جای همه امروزه صاحب جشن ها را تبریک و شادباش میگویم. ما آغاز میکنیم. شما تیار باشید نگار السلام علیکم زنبانوان مادران عزیز، همه ایشون را با ماه شریف رمضان با شب قدر تبریک میگویم. بگذار علم خیل در چهره همدیگر مهر و محبت را دیده گشتن نصیب کنند. امروز روز خرسندی است. معلمه مادر عزیز مرتبه صدیقه و جشن زادروز دارند. برایشان خرسک زنیم به نظام تکلیف میکنیم. همراهی حضرت قلمک. مرحبا حضرت قلمک همیشه میخوتشون. مرحبا حضرت قلمک. مرحبا معلمان زادروز مبارک. روز تولد را امروزه مولود خجسته را مبارکباد میگویم. اینا بینید که میمانان معلم آموزگار چنین شخصیت است که همه دوست می‌دارد، پدر، مادر، فرزند و البته تمام شاگردان. امروز اینا بینید که معلمه عزیز ما در روز زادروزشان باز یک از طرف خداوند کریم به خاندانشان فرشته آمد که الکی نامشان را ظاهر شاه نام نهاده. معلمه امروز برای شما تمام آرزوها را نیت میکنیم. خدا کند که به توی نکاحی ظاهر شاه رساند و الان خیلی جوان و زیبا شده گشتند. همراهی حضرت قلمک دم پیری و دولت پیری را دیده گشتند برای شما نصیب کند. برای معلم میگویند تو کانی علم و دانیشی معلم، تو گنجی پند و خانیشی معلم، چو خورشیدی سری فرزندان ملت، تو نوری معرفتی معلم. امروز روز شکرانه تا مبارک باشد. امروز شما را از نام فرزندان عزیز با راهبری حضرت قلمک
از نام گلزیر آیتی، کوبر آیتی، مبار آیتی، از نام تاهیر جان، از نام کلیم پاشا زیبابانا، از نام نبیره شیرین پهلوان خاندانتان ظاهر شاه خردکک تبریک میگویم. بگذار همیشه روزهای خرسندی، سعادتمندی، شادیانه همراهی شمایان باشد. برای مادر معلمه خودتان چی معلم ادبیات است، چقدر شاعران شعر و ترانه ها نوشتند. بسیار یک شعر دوست داشتم است، میگوید مادر تو شعر بهترینی من، تو عطر یاسمینی من، تو ماهی نازنینی من، خدای در زمینی من. ایا مادر فدایت من، ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، نه آید کس به جای تو، همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو. ایا مادر فدایت من. فدای قدم های شما گردم مادری عزیز. البته من چندین سالها همچون معلم برای نسل نورس تعلیم و تربیت داده. در جامعه آهلی که ما چخلی که صدیق و اگوان همه شاگردان شما میشناسند شما را با چنین مهربانی، با چنین نیکی و قلب پر از عشق و محبت فرزندان را تربیت کرده. از زمین تمام شاگردانتان شما را تبریک میگویم. زاد و روزتان مبارک، همیشه خوش و خوشبخت، خوشبخت‌ترین زن دنیا باشید و در سر فرزند و نبیره ها دعا گوشته گرده. میرسد فورا به گوشم الله های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم، روزه و رضوان جانم در نگاهی گرم اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم. زیر شهبال محبت های او گشتم کلام، گیریمون بر دیده مالم خاک پای مادرم. پس کشد باری گرانی زحمتم را صبح و شام، که ایستا گویم چی کردم من برای مادرم. از همه گنجینه قیمت بهاترین دنیا را پیش پای مادر بیاریم کم است. چرا گفتم با یک شب مادری که در سر گوهران نشسته رنج میکشد، الله‌های ناز میخواند و از آن خوابی ناز بیدار مینشیند، تمام گنجینه را بیاریم کم است. همیشه مانند امروز زیبا و صحت سلامتی شما را ترک نسازد. زاد و روزتان مبارک معلمه. از نام فرزندان شخصا از نام حضرت قلمک در همین دستگل زیبا را تقدیمتان میکنیم. مرحمت قبول کنید. مبارک باشد. مبارک باشد. وقتا اکنون معلمه همه جا باجا شدن، صاحب نبیره شدیم. خدا کند که همین سال 2025 و حاجی بابا و حاجیانه شدن. در این کاشانه زیبا حج آشی شود و ما ساعت 2:30 سحر آمده شما برای پیشواز گرفتن، همین خاندانتان ما مهمان شدن، نصیب کنند گفتن. با چنین نیت‌های نیک در اینجا توفیق داریم. حضرت قلمک اگر همینجا باشم بیاید نزدیکتر. مرحمت. السلام علیکم. خدا خلق شما استماع. همینجا بیاید السلام علیکم. ناصر بابا، السلام علیکم. سراج بابا، نبیره مبارک. از این طرف نزدیکتر است. نبیره مبارک. لحظه های خرسندی را مبارک باد میگویم. خدا کند که ناصر بابا علم خلید پیری بدولت شده، در توی نکاحی عبیره سروبر شده. سه باباها همیشه دعاگوی سر عبیره شده گشتن نصیب کند. خدا کند که ایزی قدم انا همین بر مردانی دیگر را زیر کند و از پیشتر شمایان فخر کند که انا همین نبیره و عبیره من است گفتن نیتهای نیک کردن نصیب کند. امروز باشد برای معلمه عزیز که جشن زاد و روز دارن چقدر سخنها گفتیم، نیتهای نیک کردیم. بگذار معلمه روز خرسندیاتان مبارک باشد. و امروز زاد و روز طاهر جان هم است. طاهر جان خودش هم کجا با؟ خب طاهر جان را نیز تبریک میگویم. معلمه به سیمای شما هستید که آن با تربیه نیکی شما، با یک حلاله شما و چنین کسب و کار نیک و حلال میسر گردید. البته افتخار میکنید از پیش چنین فرزند. بگذار همیشه فرزند نیرومند دهه آهلی کشیده گردد و از پیشش فقط فخر کرده گردید. روز خرسندی شکرانه‌اش مبارک باشد برای طاهر جان هم برای شما هم. البته کتاب قرآن را پیشکشی شما میکنیم و هم پیشکشی حضرت قلمک مرحمت تقدیم میکنیم. مبارک باشد. Taş atken geceni atken bir çıksam yanımda mutrab yatken bu mening onam har bir istagimning chorasini topgan menga tosh otgan geceni
o'tgan bir cheksamon yonimda mudrab muborak bo'lsin. mening onam mening onam. Dostirjon bobo mana xonadoni Hazrat Qulamak va یک پهلوان به دنیا آمد. خدا کند که پهلوان بچه شود و مانند نامشان ظاهرشاه دنیا باشد. یک تا نیت‌های نیک کنیم فرزند به پای قدم بیاید و به خاندانش همراهی خود دادرک و خواهرکانش زیاد شود و هر بار با تبریک همین نبیره مبارک شود گفته برای شما تبریک کردن برای ما نصیب کند. مرحمت و معلمه را نیز تبریک بگید. مرحمت. من توی جان تبریک میکنم. خیلی حضرت خیر من معلمه تبریک میکنم شما را. همین پیری به دولت شود همون وقت خدمت شما باشه. ایوارا خیلی مبارک شود. نیاشوین من ایوارا نوک شده. چی نداره نیاتاتون برسه. همین رحمت. هزار رحمت. مرحمت سراج بابا. تقدیش مبارک شود. فرزند مبارک شود. همه خدمتتون باشه. سلام باشه. شما غیر باشه. رحمت. بیاره چه اومدی؟ نپوی قدر دیم نتوسط نیست خبر شد بریم صد بدرویه تو ایران صد بدرویه فقط روزی نغزه بینه نیوره چه اومدی هم اتوم بودی برم هزار رحمت. فرزندان وزیرایتی مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدیدون. هم یکتون نورک دیده تاج سر الهیم طاهر جان خداوند دادگی عمره با خوش و خورسندگی گذرونه همراهی کلین خدمتکار پدر و مادرم باشد. مادرم هم من امروز 63 سالگی پیغمبر آشه الهیم همه سن و ساله با مولش دیدن نصیب کنه. الهیم مهمون آمدگی الهیم چقلاق با پای قدم نیک آمدگی باشه. الهیم عمر دراز، رزق فراز، همه وقت صحت سلامتی. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمده. من امروز زادروزی مادرجان عزیز من، مادرجان الهیم 100 ساله شوه. امروز به سن مبارکی پیغمبر قدم رنجیده کرده ایستاده. شما را از صمیم قلب تبریک و تهنیت ها می نمایم. هم دادرکی عزیزم را الهیم 100 ساله شوه، حضور فرزندای بینه، هنونکت قشه پیر شوه، کودکی نو الهیم 100 ساله به درد و به غم شده به وایه رسه. آنه بار دنیاده یشش باشقچه، آنه بار دنیاده یشش باشقچه، آننیم تعریفی و مهر باشقچه، تلسه هم که حتی تقصان یوز یاشکچه، آنه بار دنیاده یشش باشقچه. آنلر همیشه حرمت ترسن، بختن فرزند بختن همیشه کرسن، یتملیک دردن عذاب قرسن، آنه بار دنیاده یشش باشقچه. السلام علیکم از مهمانکار الهیم بی جانم صد بدرویه دادیم قشفیر شوم. طاهر جانم الهیم صد بدرویه چی آرزاش باشه رسته که امروز قشفیر شوم. مهمونم استگیم خوب و پای قدم بیا امروز که استقدایی باشه. زندگی را دوست دارم از برای مادرم، برای آن که مادر هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگهدار مادرم، من ببینم درد و غم لیک نبیند مادر. هزار رحمت. سلامت باشند. و البته امروز روزی خورسندی است. معلمه حضرت قلمک با یک نیت‌های نیک کارها را میبریم. معلمان جشن 63 سالگی مبارک باشد، پیغمبر سالی مبارک. خدا کند که خیلی دختران نیت‌های نیک کردن، از این هم با سالهای نیک و زیادش را دیدن نصیب کند. نبیره ها تبریک میکنم. مرحمت. اگر نکنه جنم بمندم آیا جانم آیا جانم سرکنم بگیر عزیز سیعشکم مهربان آمد.
البته اکنون شیرینی را نزدیکتر می‌بیاریم. مرحمت یک جای تلخ را می‌بریم از آن تناول می‌کنیم. زادروز مبارک باشد. مرحمت. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. مبارک باشد. یعنی کار بگیرید معلومه. حالا همینجا دستشان دارم. Понедельник или среда, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. С днем рождения для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. С днем рождения льются поздравления. سلامت باشن. معلمه امروز روز خرسندیتان مبارک باشد. بگویند در اینجا افسون ها هستند، اما جان ها هستند. کنی یک تک نیت های نکشان را شنویم. جلال خلا بیم. مهمانک‌های عزیز، همه یکاتون خوش اومده درگاه ملاکم. امروز روز خورسندی، روز شلوغ بایرام. ینگم جان ملاکم که خوشا پیر شوید، پیری با دولت و با روحت شوید. من این نواره اومدگی سالون شود، خدمتگار شود، یک فرزند نیک اوهالیک شود. پشتی آنکه نواره ها بچه ها فرزنده ها فخر کرده گردیم. باز یک باری دیگر شما مده هم یکاتون شما با دیرجدین مبارک شود. صد بدروی رحمان خواهرشون پیش باید. سلام علیکم مهمانان و دوستان گرامی. لطف فرمایید من از این فرصت استفاده برده اویتی جانم را با روز صدوقشان تبریک میکنم. با اویتی جانم اول عمری دراز، صحت سلامتی خواهانم. الهیم همه سری فرزندشون و نیوریکشون و سری خیش و تبارشون و سری مهم و ساق سلامت گردن. الهیم 100 ساله شوید و بس بعد از آن پیر شوید.
رحمت. مهمانان عزیز از همه شمایان اجازت پرسه از نام همه‌تان دیروز که معلمه کلین خاندانتان خواهر ما پروانه بانو جشن زادروز داشتن. برای نویتی گذشته که باشدم زادروز مبارک. روز شکرانتان رو مبارک باد میگویم. چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو جامعه عاقل و فرخنده باشی، چو سینا در دل و در دیده باشی. خوشبخت‌ترین زن دنیا باشد همراهی پادشاه پادشاه پیر شود. در تا خرسک زنیم برایشان مبارک باشد زادروز مبارک. و البته همه رو برعکس تکلیف میکنه بر همه زادروز مبارک. جای تو قلبم تاری عزیز
تو شکایت کردم کس چیز تو دفترم از شب تو را میخوندم تو من قام دادی گفتی که بهان میمونم شیشر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من محباب خوشگل شبهای من جیگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من محباب خوشگل شبهای من بله بله مبارک باشید Ushimanu gap gap dil joy tu, dar hama hola pas
بشین از آرز خوشبوی تو وسط سبای عشقم بلبها بای عشقم بدی دنیای عشقم آمدم و نبودی چرا نازنی میکشی با ناز مرا مجدی آمدم و نبودی چرا نازنی میکشی با ناز مرا مجدی آمدم و در نکشادی با منه آمدم و در نکشادی با منه نشلب و دوکا عرادی با من نازنی شرشره موی تو گوشی منو گپ گپی دل جوی تو چشم منو شرشره موی تو گوشی منو گپ گپی دل جوی تو در حالت بسر و موسیقاست در حالت بسر و موسیقاست بشین از آرز گوشوی تو بسر سردای عشقم چرا نازنی میکشی با ناز مرا مجبی آمدم و در نکشادی با منه آمدم و در نکشادی با منه اشلب و نونو عدادی با من نازنی akkumulyator o'tirib qolib birdan mana sezilmaydi masalan hozir teshikdan svet o'tishdan bunday bo'ladi seziladi bunda bo'lmaydi переключение avtomatik bo'lgandan keyin sezilmaydi xohlang mana ichida averi bor bilinmaydida hech lekin chand pulga ishlayapti 24 million 700 ga oldim ama biz chand milliondan zo'rayib sotganda yakta panelarmi? 7 ta. 7 ta panelar. Qolib men o'rtachasini qo'yganman o'zimga loyiqman. Bo'lsa va loyiq bo'lmaydi. Akkumulyatori shu turibdi. Agar svet qiymat shu ham qiyin. عزیزان معلمه مرتبه صدیقه را در روز زادروز در جشن 63 سالگی سالگرد عمرشان تبریک کردیم. لحظه های خرسندی با تولد شدن نبیره با جشن زادروز فرزند تبریک کرده. این لحظه های بهترین را پیشکش شما عزیزان کردیم. با ما باشید با شبکه شهنان و خود را احتیاط